بتیا روی همه بندگان مثل گندم سبسخ کنه خرسندی و خوشبختی و بندگان خدا جان همین رنگ گندم کنه. با دوینه که این مادر عزیز از نایه بختر برنامه نوروزی رادیو آزادی را استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ آغاز میکنیم. درود بر شما و نوروز مبارک بیننده ارجمند. درود و به برنامه ما خوش آمدید. شما را در جریان برنامه به مهمانی این مادر عزیز و مهربانی باختری میبریم به شمال و جنوب به منطقه‌های سبز و هم سفید و پربرف تاجیکستان و هم گوشه‌های دیگری جهان. با دیدن آیین‌های نادری نوروزی و هم شنیدن موسیقی و تماشای رقص و ترانه و آهنگ. چاو ببینم بدرودی مرا میشنوی، چاو ببینم سرودی مرا میشنوی، نمیتوانم با تو بیمارم ماره چاو چاو. تشکر زیاد، سلامت باشید. میرفتن مرچه میرفتن زنبور میرفتن همه حیات زنده میرفتن شادی میکنن. شالو یکم بار بادبرک بازی را دیده یا این بازی را خودت در عمرت کرده ای؟ متاسفانه از نزدیک ندیدم توی، ولی در تلویزیون تماشا کردم و میگویند خیلی هیجان انگیز است. البته بسیاری از نزدیک ندیدن چون بادبرک بازی در تاجیکستان رایج نیست و تنها در خوجند مانده است و بچه‌ها هم در آنجا بسیار خوب بلد هستند. در استانهای نوروز در خوجند آزمون بازی‌های ملی برگزار شد و بادبرک بازی یکی از بازی‌های اصلی و زیبایی بود که حالا همراه می‌بینیم. بادبرک 5 متری و منقش با رمزهای نوروز و رمزهای دولتی تاجیکستان، یکی از بزرگترین بادبرک‌هایی که در استانه نوروز در فضای شهر خوجند پرواز کرد. روز 12 مارس هواداران این بازی در یکی از گوشه‌های شهر جمع آمدند تا نشان بدهند که کدامشان در اداره بادبرک قوی‌تر هستند. نوروز نزدیک آمده است. لالک فرانه بادبرک فرانه آمده خانسیفا. بادبرک بازی در محل‌های دیگر تاجیکستان معمول نیست و تنها در شمال کشور از قدیم مانده است. در افغانستان همسایه رایج است. بادبرک بازی عمدتاً در استانه نوروز برگزار می شود چون باد بهاری شرایط را برای پرواز آن مهیا می کند. برای من شوق آور است. من میدونم که از زمانهای قدیم پدرم هم همین بادبرک پرانی و شوق میل کلانشون داشتن. من هم تماشا کرده همین به شوقم بسیار زیاد است. میخواهم که نیوره هم که بازی‌های های پیشتره برای مانده بسیارتر بازی کنند. آنهایی که بادبرکشان منقشتر و زیباتر بود و از همه بلندتر پرواز کرد جایزه های حکومت خوجند را به دست آوردند که از برگزار کنندگان بازی های ملی و از جمله بادبرک بازی بود. اگر بادبرک بازی در استانه نوروز در شمال تاجیکستان رایج باشد، در جنوب کشور مسابقه کپک ها رایج است. شاید فکر کردید کپک جنگ را در نظر داریم، ولی کپک جنگ نیست، بلکه رقابت کپک ها در خواندن است که کپک کی با صدای بلندتر و طولانی تر میخواند. گزارشی که امروز میبینیم در کلو به نوار گرفتن و باید بگیم که ضمنی به نوار برداشتن این گزارش کپک هم آسیب ندید و فرار هم نکرد. کاغ ما فقط پستا خوردگیم، مازی چورماز خوردگیم، موش کوکی. خوبی کاغ چای کام تیل تورای. کاغ ما کاغ دارای محموده، کاغ یعنی زوده مومنو بوده. بسیار. کاغ چای گیجای. اصلا در فصل نوروزی که نو نزدیکی برپا می شود، در روز نوروز جنگ گفتن در خود نیست. فقط آواز همین را گوش کنین، لذت برین، چون که بار خودش یک فصلی کس گذر است.
بچه ها خواب کنین خاموش بشین کامی کاوگو چخیل میخونن گوش کنین آوازی کاوگا در بهار شنویدن بسیار چیزی خوبه ماینه آدم شاد میکنه خصوصیت خوب داره بسیار من این سال تربیه خوب نیفته اینه که انشالله بهاری دیگه خوب تربیه میکنم با برآمد میکنم من ملول نیستم ای که ماوی زودگی ای کاکا پیشتا زودگی برنامه نوروزی رادیو زودی است و چند دقیقه شما را به خارج از تاجیکستان میبریم به سراغ تاجیکان بیرون از کشور و به دوبای که آنجا یاسمینا علیدادا و دخترک 13 ساله و با استعداد تاجیک با والدانش زندگی میکند. یاسمینا با صدای زیبا و مهارت آوازخوانی‌اش در چندین برنامه‌های تلویزیونی در دبی و خارج از آن پیروز آمده است و امروز خودش درباره هنر و مهر و محبتش به تاجیکستان نقل میکند. Hi, I'm Yasmina Alidodova and I live here in Dubai. I sing, I act, say. خیلی به کارم محبت و دلبستگی دارم. همه روز مشق میکنم تا که فردا در زندگی به موفقیت ها دست یابم. من درسم را هم خیلی جدی از خود میکنم چون که مکتب در موفقیت من نقشی مهم میبازد. برای رسیدن به مقصد و آرزوها کس باید عاشق کار خود باشد و زیاد کار کند. من همیشه در پی آموزش و شناخت چیزی نو هستم. کارهای سنگین رو تجربه میکنم و در حیات همه‌روزم همیشه در تلاش هستم. آوازخوانی را دوست می دارم. همیشه در پی کار بودم و هیچگاه خسته نشدم. اویله ما از 4 نفر عبارت است. دادرچم مکتوم نام دارد. تمام اهل اویله ما به من کمک میکنند و از خدا هم خیلی منت دارم که چنین پدر و مادر خوبی دارم. وقتی والدانت کمک میکنند رسیدن به یک مقصد آسان‌تر میشود. من همین را میدانم که تاجیکستان یکی از بهترین کشورهای دنیا است. مردم ما خیلی مهمان نوازند. احترام همدیگر را به جا می‌آورند. من وطن خود را بسیار دوست می‌دارم و امیدوارم که روز وطنم برای من افتخار کند.
ман орзу дорам ки ҳар як сокини тоҷикистон барои пешрафти ин кишвар хизмат кунад ва дар тоҷикистон ҳамеша муҳаббату сулҳ пойдор бошад. умедворим орзуҳои Ясмина дар соли нави хуршедӣ амалӣ мешаванд ва он гуна ки худаш гуфт мояи обрӯву ифтихори волидон ва ҳамватанонаш мегардад. شاید بیننده ارجمند تا حال منتظر بود که ببیند آن مرد خوش‌صحبتی که میگفت مار میرقصد، زنبور میرقصد، تمام موجودات روی زمین میرقصد کیست و درباره چی نقل میکند. پیرمردی نورانی‌ای که دیدیم آدینه شاهی یکی از پیروان مذهب زردشتی در تاجیکستان است و در یک دهه دوردستی ناحیه شمس‌الدین شاهین زندگی میکند. همکار ما مومن احمدی در آستانه نوروز به مهمانی آدینه شاهی رفت و صحبت جالبی آنها را همراه میبینیم. زردوش از سقف ایوان و آسمان آمد و در بام گوشتاد فرود آمد. جامعه نقشین داشت. از پیش پس چوک بود. حکومت چوک هاید برای. او را با نام آدینه شاهی میشناسند. پدر و باباهایش آخری عصر 19 از راغ افغانستان بعد دهه نوآباد ناحیه شمس‌الدین شاهین کوچیدند. اجداد آدینه شاهی هم زردشتی بودند. اساسش دین زردشتی این علم است. وقتی میخوانی میفهمی این علم است. بارها از او خواستند دستکش پدرانش برگردد و اسلام را قبول کند. پول هم وعده کردند اما بی نتیجه. مرا سخت خبیدن بسیار که با اونا با جایی که تا داخلش برو بردم. با نمیجر اومدم امسالم. میدونید چقدر وقت خواندم، چقدر کتاب خواندم. اما با خودم با زبان خودم بگم که باندم. میدونید بانده بوده تمام نیست. آدم بانده نیست. چیه؟ برکن. سازی موسیقی می تراشد و در این کارش فلسفه می بیند چون به موسیقی زندگی را تصور نمی کند. تمام جانداریات روی زمین می رقصن. مور می رقصن. مور می رقصن. پرشا می رقصن. مرچا می رقصن. زنبور می رقصن. نیست چیزی که نرقصن. همه حیات زنده می رقصن. شاده بکنن. آدینه شاهی بر این است که اعتقاد را نباید بر کسی بار کرد. اگر ما خودم نفهمم کسی برای نمیتونم مجبور کنم. این همی هست نبیرم هست ما ایرا باید گمراه نسازم. من نسازمش که برای رات است سازه کردن با او دنیا رخت. من نباید که همی گمراهی را با او بگمزم. اگر میل شنیدن صحبت کامل آدینه شاهی را دارید میتوانید سر بزنید به وبسایت azadi.org. صحبت کامل را به زودی در وبسایت میگذاریم. و هم برنامه کامل دیگری نوروزی رادیو آزادی را که در یکی از روستاهای ناحیه حصار همکاران زحمتکش ما از دفتر دوشنبه آماده کردند. حالا بخشی از آن برنامه را همراه میبینیم. خب استاد نوروزتون مبارک باشه. کلاغ مبارک، شما و نوروز مبارک. تشکر زیاد. استاد درباره حکمت‌های جشن نوروز کمی برای ما. حکمت نوروز این ایده اجدادی قدیمی ماست. در این یک چند حکمت داره. آدمان در این روزها حولی هاشون را تازه میکنن، خانه هاشون را تازه میکنن، یک دیگر را خبر میگیرن، به مهمانی دیگر میروند. خب موسم کشتکار سر می شود. در نوروز بسیار رقص و سرود و بازی تشکیل میکنند، گشتک میکنند، خب بسیار خوراکای با لذت میپزند، مخصوصا سمنک، گندم کوچه که این یک سلاست یا حکمت خود را دارد. این از نشانه روز نو، آغاز کردن روز نو، سال بهار، اول بهار می شود.
خرسندی بتیا گویی همه بندگان مثل گندم سبسخ کنه خرسندی و خوشبختی و بندگان خدا جان همین رنگ گندم کنه. дар бораи суннату оинҳои нодири наврӯзӣ ки танҳо дар баъзе аз гӯшаҳои дурдасти тоҷикистон мондаанд дар идомаи барнома гузоришҳои ҷолибе дорем. اما پیش از آن پیام‌های داریم از آوازخوان‌های جوان و شناخته تاجیکستان به شما می‌رسانیم و به خصوص به مهاجران تاجیک که در روسیه هستند و هم آنهایی که سالها باز در خارج از تاجیکستان هستند و به وطن نرفتند. بله این آوازخوان‌ها هم در برای کار و زندگیشان در سال گذشته خورشیدی گفتند و هم شما را تبریک کردند. خدا رو شکر که سال 2016 برای من بسیار هم سال بابرار بود چون من نخستین کنسرت خودم را در شهر خوجند برپا نمودم. البوم خودم را هم برای مخلصان عزیزم پیشکش نمودم و از فرصت استفاده برده تمام مردم تاجیک را تمام فارسی زبانان روی دنیا را با نوروز آمده ایستاده تبریک و مبارکباد میگویم و آرزو میکنم که بگذار نوروز همین ساله برای همه بخت زیاد آورد، خوشبختی آورد، همه صحت سلامت باشد و تاجیکستان عزیز ما همیشه آباد و گل شکوفان باشد. چاوبم بینا بدرودی مرا میشنوی چاوبم بینا سرودی مرا میشنوی نمیتوانم با تو بیمارم ماره چاو چاو. تشکر زیاد سلامت باشید. سلام بیننده و شنونده عزیز رادیو تلویزیونی آزادی، من صدرالدین نجمیدین هستم و از فرصت استفاده برده یک شما را با فرارسی نوروز عجم از صمیم قلب تبریک گفته و هر یک شما آرزو میکنم که به یک سال پربرار برای شما شود و همیشه خوشبخت و سلامت باشید. برنامه نوروزی رادیو آزادی است و من طاهر سفر با اتفاق همکارم شعلوی گلخوجه شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنیم. навруз то ба нимҷазираи Крим ҳам расид ки соли 2014 Русия аз Украина гирифт ва ба қаламраваш ҳамроҳ кард. мардуми инҷо мегӯянд ки наврӯзро аз осиёи марказӣ бо худ бурданд ва ҳанӯз ҳам ба мисли оини мардумии худ таҷлил мекунанд. ҳамкорони мо аз бахши тотории радио озодӣ ин гузоришро аз нимҷазираи Крим фиристоданд. наврӯз яке аз ҷавонтарин ҷашни тоторҳои Крим аст, чун фақат асри гузашта ба фарҳангашон ворид шудааст. наврӯзро дар замони хонигарии тоторҳо таҷлил намекарданд, вале медонистанд ки ин ид ҳаст, чун онро мардуми эронӣ ва туркҳо таҷлил мекарданд ва тоторҳои Крим аз турктаборонанд. тоторҳои Крим дар осиёи марказӣ бо наврӯз ошно шуданд ва баъди бозгашт онро бо худ оварданд. албатта пас аз он ки тоторҳо ба таври оммавӣ ба Крим баргаштанд, баъзе аз онҳо рукнҳои муайяни наврӯзро бо худ ба Крим оварданд, вале ҷашн дар байни тоторҳои Крим зиёд ривоҷ наёфт. онҳое ки наврӯзро таҷлил мекунанд дар ин рӯз либоси идона мепӯшанд, ғизои идона мепазанд ва хонатаконӣ ҳам мекунанд. В этот день принято было, из 7 злаков. дар ин рӯз аз 7 навъи ғалладона ғизо ё кашк мепухтанд. чун баҳор низ мерасид, бояд ҳама ҷоро пок мекарданд ва хонаҳоро ба тартиб меоварданд. Раз это весна, снег сошел, нужно почистить все. дар умум наврӯз барои тоторҳои Крим шодӣ бахшидан ба кӯдакон аст. В основном отмечается в общественных организациях. асосан дар созмонҳои ҷамъиятӣ, мактабҳо бо кӯдакон ҷашн мегиранд. ин ҷашни исломӣ нест, балки ҷашни қабл аз ислом аст, ки ба таърихи турктаборон иртибот мегирад. Это языческий праздник, относящийся именно к нашей истории тюркской. наврӯз дар умум ба тоторҳои Крим кӯмак мекунад ки фарҳанг ва забони модариашонро ҳифз конанд. бармегардему суннату оинҳои наврӯзӣ дар тоҷикистонро мебинем. имсол ҳамкорони мо дар тоҷикистон сай карданд он суннатҳои қадимаи баҳорӣ ва ё наврӯзиро пайдо кунанд ки ба истиснои як ё ду рӯстои дигар дар ҳеҷ ҷои дигар дида намешавад. вале ҳамкорони мо барои сабти расмии певоз ва ё повест ба деҳаи ҳоҷиҳақиқи ноҳияи муъминобод рафтанд. повест чӣ расмист? ҳамроҳ мебинем. сафарби саҳархез аст. ба эътиқоди мардуми рӯстои малоик дар ин овон баракат ато мекунанд.
و دست راست خسته نیت میکنیم که خیلی خدا جان گوای ما نمکیده باشن، گوای ما خوب نغز باشن، ما را شیری نغز بدن. یاسمن خردسال کرته جشنی به تن کرده، چون که زنان ده امروز در خانه آنها پیواز میکشند. پیواز مراسمی است که آوان نوروز برگزار می شود. عائله هایی که از دو زیاد گاو جوشا دارند در آن اشتراک می کنند. معنی پیواز پاسخ گفتن است. این مراسم اساساً در نکات دوردست کوهستان رعایت می شود. زنهای روستا برای اجرای رسم پیواز به خانه سفربی ره سپارند. شیر نوجوشیده را با مصلحت پیشکی به نوبت به همدیگر تقدیم می کنند. آن را پیواز کشی می نامند. بعد اونها شیرشون میگیرن که میان ما یورا چی میکنیم؟ پخ میکنیم چند قدر شیر گیوار بعد چی همی گرفته دلمی تنه دیوال میمونیم. یک هفته میورن، 2 هفته میورن. مثلا چند قدر شیر که ما دوار با همی قدر شیر ما با را میبریم. بعد تانی ساعت وقتی خشم سویا بعد این لیدتر به سال اونها دیگر با همه روز سعید روز نوروز برسانم. سال به سال شماره زنهایی که در مراسم پیواز اشتراک میکنند کمتر می شود. پدیده های مدرنی حیات به این گوشه های دوردست نیز راه می یابند. این کودک ها با هدایت نسل کلانسال گل می چینند که یکی از سنت های عید نوروز است. شاید با گذشت ایام از این مراسم ها چیزی کمتر به خاطرشان ماند، اما حالا از داشتن چنین فرصت ذوق می برند. واقعا شکفتن گل سیاه‌گوش رو علامتی اومدن نوروز هم مینامند و عین گل و با رنگ زرد رو گل نوروزی نام میبرند که در روزهای جشنی میشکفد. در تاجیکستان نه تنها گل نوروزی هست بلکه پسران زیادی هستند که نوروز نام دارند. در این بین ما یک دختری را پیدا کردیم که نوروزه نامش نهادند. ما نوروزه را در دوشنبه یافتیم و از او پرسیدیم که به او کی و چرا نوروز نام نهاد و آیا این نام به خودش پسند است؟ سبب اساسی گذاشتن نوروزه برای من آن بود که من در این روز تولد شدم، یعنی 21 مارس. و این نام را اساساً پدرم وقتی که خبری به دنیا آمدن مرا به او کس رسانیدند، آنها گفتند که دخترم با نامش تولد شده است و این بود سبب اساسی که نام مرا نوروزه گذاشتند. نام گذاشته پدر و مادرم بهترین نام است و من خیلی هم خرسند هستم که امروز همچون نوروزه هستم. و هر سال ما زادروزم رو نه بلکه یک روز بلکه هفته ها جشن میگیرم، چون که نوروز هست. نوروز رو همچون یکی از بهترین جشن‌های ملی خود جشن میگیرم و خیلی هم خرسند میشوم وقتی که علاقه بهار میشود و از روزهای اول بهار آمد نوروز را حس میکنم. دو مهمان دیگری در برنامه داریم که نامشون نوروز نیست ولی اکثریت شما آنها را میشناسید. بله، نگین امونقلوا و فرزانه خورشید که در آستانه نوروز ما به سراغشان رفتیم و از سال گذشتهشان پرسیدیم و تبریکات نوروزیشان را گرفتیم. سالی پرمحصول بود. شاید اون سفرها بود یا همین خیلی زیاد سفرها داشتم، سفرهای خارجی داشتم. از همون نوروزی سال گذشته سر شده بود. شکر پروردگار تو این نوروز در سفر هستم و همه مردم تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان، همه فارسی زبانان کل جهان رو تبریک میکنم با نوروز اومده ایستاده. از نوروز گذشته تا این نوروز به همه معلوم است که من صاحب یک پسرچه شیر پسر شدم و امیدوارم از خداوند که باز تا نوروز دیگر ما را رساند. جوانی اگر یک بهار باشد، هر یک زن تاجیک هر نوروز و هر بهار جوان گردد. دعای نیکی مادر باختری در یادتون هست که در اولی برنامه شنیده.
دویی که امیدواریم مستجاب شود. همکاران ما در ولایت ختلان به خانه خاکسارانه این مادر گرامی به ناحیه بختر رفتند که برعکس دیگر مناطق کشور گرم است و روز به روز سبزتر می شود. گزارشی که حالا می‌بینیم از روستای در ناحیه باختر است، از روستای خورده که در یک دشت وسیع جای گرفته است. این روستا در باختر 70 خانواده دارد و مردمش از حساب کشاورزی و چاروا پروری روز می‌گذرانند. زمستان سختی را پشت سر کردند. بیشتر از 700 چارواهشان تلف یافت. گندم در انبارها کم ماند. از این رو دویشان در نوروز فراوان حاصل است. خدا هر بنده را به مراد و مقصد برسانه، به خرسندی. علاوه سبزه ها بلند شود، غله و دانه فرایمان شود. همه بندگان سیر پر شوند پروردگار. میمونیم کالا که خدای تعالی بتیه. شهرگل دوست و ساکن 58 ساله دهه ارگش که سومنک میگذارد میگوید از رنگ و سرکشیدن گندم میتوان سال خوب یا بد بودن را پیشگویی کرد. اگر گندم که سفیدک شد با این خیلی سبز خوشروی بغوار شدک بدون که او سال سیری پری بندگان همش خرسند میشن، همش شادی میکنن، به مقصدشون میرسن. اگر گندم که همین سبز کردن که سرخ شدن که گرفتک این دانه همش سرخ میشن که خون پر کردگی میشود، او سال خوب نمیآید. در آن طرف دهه ارگش سومنک همسایه ها رسیده است و آنها سومنک دیگی میپزند. برای پختن این سومنک هم وقت لازم است و صبر و طاقت. فیضی گلشریف و یکی از زنهای کهنسال دهه پختن سومنک دیگدانی را به زنان جوان می‌آموزاند تا این شیرینی سنتی نوروز باستانی برای نسل‌های آینده هم بماند. دیگدانی دیگه، دیگدانی با مزه شیرین رسمی همی با اون ماموی کمون فصلی بهار ده فقط همی دیگدانیش با مزه ته. در گوشه های دیگری ده مردم از پی کارند و پیران سالان هم دیگر نترسیده از یخ و گل قدم میزنند. اشورالی مقصودف یکی از آنهاست که منتظر تجلیل جشن نوروز است و دوی نوروزی هم سرسبزی و فراوان است. هوا ببار غله ها شو، گندم شو، جوا شو، علف شو، مؤمنان خدای تعالی مالاشون شکمشون سر شو، همه به مراد مخصوص برسه. الله اکبر. با امید مستجاب شدن دعای این پیرمرد و با امید روزهای خوب و پر از شادی و با تمنای آینده نکو برای هر یک شما و عزیزان شما. برنامه امروزه رادیو آزادی را به پایان میبریم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برنامه‌های ما را میتوانید در وبسایت azadi.org ببینید، هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. شاگون بهار مبارک. نوروز خجسته پای مبارک.